میدونستید یکی از خواننده‌های بسیار مطرح ترکیه قبلا شغلش اذانگویی بوده؟ خب با من همراه باشین تا شغل بقیه سلبریتی ترکیه رو با هم دیگه بشنویم که یه سریاشون واقعا عجیبن. دختر و پسرها به سلبریتی خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. خیلی وقتا با دیدن قیافه جذاب بازیگرا یا هیکل فوق‌العاده‌شون به خودمون گفتیم اینا چرا با این قیافه یا هیکل مدل نشدن؟ خب واقعیت اینه که قبلتر از این خیلیاشون مدل بودن. بیان یه نگاهی به مهمتریناشون بندازیم. اولیش چağatay Ulusoy. چağatay 34 سالشه، بازیگر، مدل و خواننده اهل ترکیه است. چağatay Ulusoy حرفه بازیگری رو با بازی در مجموعه تلویزیونی فریها شروع کرد که اتفاقا شروع بسیار جنجالی هم بود. بعد از اون در نقش اصلی مجموعه تلویزیونی جزرومد یا مجزیر که اقتباسی از مجموعه تلویزیونی آمریکایی اوسی هست به ایفای نقش پرداخت. اون در سال 2015 به عنوان بهترین بازیگر مرد سال ترکیه برای مجموعه تلویزیونی جزرومد انتخاب شد. اولوسوی در منطقه باکرکوی استانبول به دنیا اومده. خانواده مادری اون از ریشه بوسنیایی و خانواده پدری ریشه ترک داره که از بلغارستان مهاجرت کردن. او یه برادر کوچیکتر به نام آتالای هم داره. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، اولوسوی ابتدا در رشته طراحی در دانشگاه استانبول به تحصیلات خودش ادامه داد. به گفته خودش در دوران دانشجویی از سن 19 سالگی به عنوان یک مدل شروع به کار کرده و قبلتر از اون به عنوان پیشخدمت و گیتاریست در رستوران‌ها کار می‌کرده تا خرج زندگیشو در بیاره. نفر بعدی یکی از متفاوت‌ترین بازیگران زن ترکیه هست، چرا که ورزشکاره. ابرو شاهین. این بازیگر جوان اهل ترکیه در سال 1994 در استانبول در یک خانواده سنتی و مذهبی متولد شد. ابرو شاهین در رشته علوم ورزشی از دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد و در دوران دانشگاه مربی ورزش خصوصی بود و توی یکی از روزنامه‌های ورزشی هم فعالیت داشت. ابرو از کودکی ورزش اسب سواری رو به شکل حرفه‌ای شروع کرد. حتی حالا هم به صورت حرفه‌ای به اون مشغوله. همچنین ابرو شاهین یک جودوکاره و در سال 2013 تونست در مسابقات قهرمانی اروپا مدال برنز و در بازی‌های مدیترانی مدال طلا رو به دست بیاره. ابرو شاهین در سال 2015 وقتی 21 سال سن داشت به خاطر جذابیت چهره و اندام متناسب به عنوان فوتومدل فعالیت می‌کرد. همچنین در چند تبلیغ تلویزیونی برای برندهای مشهور هم بازی کرد و به این ترتیب بین مردم ترکیه شناخته شد. بازی قابل قبولش در سریال عروس استانبول و همچنین سریال هرجایی باعث شد هرچه بیشتر در خارج از مرزهای ترکیه یکی از بازیگران زن موفق ترکیه هست، دمت özdemir. دمت 32 سالشه، در شهر ازمیر ترکیه به دنیا اومده و یه رگش از مهاجران بلغارستانی هست. اون کوچکترین فرزند خانواده است و یه خواهر و برادر بزرگتر از خودش داره. بعد از طلاق پدر و مادرش در 8 سالگی و همراه مادر و خواهرش به استانبول نقل مکان کردن. دمت özdemir همیشه از مشکلات مالی که باهاش دست و پنجه نرمی کردن صحبت کرده و گفته که وقتی پولمون ته کشید با مادرم نشستیم و فکر کردیم که چی کار میتونیم بکنیم. من 15 ساله به فکر رقصندگی در کلیپ ها افتادم، اما وزنم زیاد بود و قدم کوتاه، بنابراین به ورزش حرفه‌ای روی آوردم. همزمان با تحصیل در مدرسه شبانه روزی در مرکز هنری بنگو دوره‌های رقص رو گذروندم و سال 2009 در 17 سالگی در موزیک ویدیوی مصطفی صندل دیده شدم. و این چنین بود که دمت özdemir نه به خاطر علاقه بلکه به خاطر وضعیت بد مالی و از روی اجبار وارد حوزه رقصندگی شد، ولی پیشرفت خوبی کرد تا جایی که پلی شد برای ورودش به دنیای بازیگری و معروفیتی که الان ازش برخورداره. دمت با 2 بازی درخشان در سریال چیلک کوکوسو یا بوی توت فرنگی و همچنین سریال ارکنجی کوش یا عطر عشق خودش رو به اوج شهرت رسوند.
یکی از عجیب‌ترین های این لیست رفعت الرمان هست، خواننده 56 ساله محبوب ترکی که قبلا تو لیست سلبریتی های منفور ازش اسم بردیم. رفعت قبل از اینکه خواننده بشه و به چنین محبوبیتی برسه صرفاً یک مؤذن ساده بوده، یعنی تو مساجد اذان میگفته. بله، جای سیبل جان تو این لیست خالیه. سیبل جان قبل از اینکه تو خوانندگی به شهرت بین المللی برسه بازیگر بوده و تو فیلم‌های ترکیه همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته، اما قبل از بازیگری هم رقاصی حرفه‌ای می‌کرده و به خاطر چهره زیبا و مهارتش در رقاصی به شدت پرطرفدار بوده. اتفاقاً تو چند تا ویدیوی قبلی به 0 تا 100 فعالیت‌های هنری سیبل جان پرداختیم. یکی دیگه از اونهایی که واقعا قراره تعجب بکنین، تارکان، خواننده محبوب نسل گذشته که با آهنگ دودو خودش رو در دلها جا کرد، و همچنین خواننده محبوب و پیشکسوت خانم معزز ارسوی که اسم اصلیشون خدیجه یلدز هست. هر دو نفر قبل از خوانندگی مسئول پیشخوان در یک کافه رستوران بودن. یکی از مواردی که کمتر کسی ازش مطلعه، شغل قبلی خواننده معروف یلدز تیلبا هست. تیلبا که الان پیشکسوت محسوب میشه و 58 سالشه، یکی از پرفروشترین خواننده های ترکیه هست و به خاطر تصنیف‌های شرقیش خیلی معروفه. شغل‌های کاملا متفاوتی داشته. اون قبل از خوانندگی مسئول پیشخوان بوده، بازاریابی میکرده و عجیبتر از اینها پرستار بچه هم بوده. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. واسمون بنویسید که از کدوماش مطلع بودین و کدوماش براتون خیلی عجیب بود. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون bashid. Khudafez. Senden uzakta yangınım dinle.